یکی از کمیته‌های حمایت از حقوق انسان در سازمان ملل حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی و به اجرا گذاشتن توصیه‌های این کمیته جهت بهبود وضع حقوق انسان تنقید کرده است. در نامه رهبران کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به نماینده حکومت آمده است کشور در راه بهتر کردن وضع حقوق بشر در 4 سال گذشته یگان پیشرفت نداشت. همکارم خرامان بقازاده این نامه را دید و پیش از برنامه از او درباره نکات اصلی این سند پرسیدم. در نامه رهبران کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل اساساً از شیوه برخورد با فعالان مدنی، رعایت نکردن حقوق مردمی که خانه‌هایشان ویران کرده می شود تنقید شده است. واقعا چنین شکایت ها از مردم پیوسته به رادیو آزادی هم می رسند. بر اساس عهده‌داری های بین المللی خود تاجیکستان باید حق مردم به زندگی در سرپناه مناسب را تامین کند. در مسئله پرداخت پول به آنهایی که در جای خانه های آنها دیگر انشاءات می سازند، گزارشگران سازمان ملل گفتند که حکومت تاجیکستان در اجرای توصیه هایی که کارشناسان سازمان 4 سال پیش دادند یگان پیشرفت نکرده است. در نامه آمده است که جانب تاجیکستان یگان دلیل روشن در مورد رعایت حقوق شهروندان هنگام کوچانیدن از خانه‌هایشان به دیگر جای پیشنهاد نکرد. سازمان ملل گفته است با ساکنان مشورت‌های درست صورت نمی‌گیرد، کفالت با منزل دیگر تامین کردن آدمان وجود ندارد و این باعث بی سرپناه ماندن مردم می‌گردد. دیگر مسئله بیرون کردن پناهجویان است که با امید یافتن امنیت به تاجیکستان آمدند. آنگونه که می‌دانیم تاجیکستان در 2-3 سال گذشته صدها پناهجوی افغانستانی را که از ترس طالبان گریخته بودند بازپس فرستاد و از طرف سازمان ملل هم تنقید زیاد شنید. سوال دیگر از همکارم درباره نظری کارشناسان سازمان ملل درباره حقوق فعالان مدنی و حامیان حقوق بود که سالهای اخیر احوال آنها نیز بسیار بد ارزیابی می شود. یک نکته مهم در نامه رهبران کمیته حقوق انسان سازمان ملل فشار به جامعه شهروندی است. در نامه که به عنوان شرف شیرعلیزاده سفیر تاجیکستان در اداره‌های سازمان ملل در ژنو فرستاده شده است، از ادامه تعقیب، ترسانیدن و بدنامسازی حامیان حقوق اظهار نگرانی شده است. در گزارش مخصوصاً تأکید شده است که حامیان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی بسیار آسیب‌پذیر هستند و حکومت کودکس جنایی را برای فرونشاندن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به کار می‌برد. کارشناسان سازمان ملل متحد دادگاه‌های تاجیکستان را تنقید کردند که حقوق مردم به محاکمه‌های عادلانه را زیر پا کرده، مرافعه‌های مهم را پس درهای بسته می‌گذرانند. وکیلان دفاع مستقل به سختی پیدا می شوند. در 2 سال گذشته در تاجیکستان محاکمه خبرنگاران و فعالان مدنی، چهره‌های شناخته سیاسی پس درهای بسته صورت گرفت و سازمان‌های حامی حقوق میگویند در این صورت کسی چنین عیبدار شوندگان را گناهکار حسابیدن نمیتواند. تاجیکستان هر 4 سال به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل گزارش می‌دهد که چه کارهای برای رعایت این حقوق مردم و بهتر شدن وضع حقوق انسان انجام داده است، ولی آنگونه که از نامه برمی‌آید در 4 سال گذشته تلاش‌های کشور در این زمینه بی‌حاصل بوده است. یادآور می‌شوم همکارم خرامان بقازاده درباره نامه رهبران یکی از کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل به تاجیکستان صحبت می‌کرد که در آن گفته شده است حکومت در 4 سال گذشته کاری درست برای بهبود وضع حقوق انسان انجام نداده است.